سفارت ایران در پاکستان و گدایی آبرو برای نظام. بوی گنگ خون فضای جهان را آلوده کرده است. وجدان پریشان بشریت یک پارچه به صدا در آمده. از کراچی تا به تاشکند، از دهلی تا جاکارتا، از تورنتو تا لندن، از رباط تا ریاض و از آنکارا تا دوحه، از کابل تا گروزنی و از خرطوم و این بار برای اولین بار تا به زاهدان. خلاصه مردم دلریش چهار سوی جهان با مشت گره کرده و گونه های پریشان و گلوهای خسته جار میزنند و از سردمداران لمزده بر عرش شاهی و از سربازان فرو رفته در باطلاق چکمه های سنگینشان میخواهند تا بهر نجات مردم آواره و بی سرپناه روهینگیا از چنگال بودایان وحشی سرشت گامی بردارند. تنها این شهرهای بزرگ جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران است که آرام بر وجدان خواب خود لم داده گویا از این دنیا کاملا بیخبرند. شهرهایی که روزهای عاشورا کهنه حکایتهای تردستان روزخان و شیادان مذهب فروش آنها را به بهانه یادبود خون مظلوم به ولوله در می آورد. شهرهایی که هر روز با پیکرهای آغشته به خون جوانان برومند و جگرگوشه های مادران داغدار این دیار که از آن سوی مرزهای وحشت به بهانه دفاع از گنبد خاکی امامزاده ساختگی پاره پاره شده اند و شیون و گریه در می آیند. شهرهایی که سال یک بار تلاش دارند سوار بر نام فلسطین آبروی به آب رفته نظام را بازیابی کنند. چند روز پیش که رسانه بوق و سرنای کور نظام بود و بس، حنای ولایت فقیه ناخواسته بر دستان ملت رنگ میداد. ولی دیگر با شکسته شدن مرزهای فولادین رسانه ملی و مطرح شدن رسانه‌های آزاد و شبکه‌های اجتماعی دیگر دست رسانه‌های نظام رو شده است. 3.5 میلیون فلسطینی در اردن، 661,000 در سوریه، 574,000 در لبنان، 367,000 در عربستان و 10,000 دیگر در چیلی و امارات و قطر و مصر و لیبی و کویت و برزیل و آمریکا و کانادا و چهار سوی جهان به سر میبرند. اما سال هاست که ما سنگ آنها به سینه میزنیم و گوش فلک کر کرده ایم و به نامشان آبرو و حیثیت میخریم که ایران و تنها ایران حامی فلسطینیان است و بس. همچنین مسلمانان آواره آن سوی آبها از کشورهای چون بوسنه و هرزگوین، سومالی و چچن که چون فلسطینی ها کور راه آنها را به ایران نرسانید، در کشورهای همسایه پاکستان و ترکیه پناهگاه برای خود یافتند و مددکاری و ملت در اسارت رسانه نظام گمان میبرد این نظام ولایت فقیه است که تنها حامی مستضعفان جهان است و بس. بیش از 3 میلیون مهاجر سوریه در ترکیه، بیش از 2.5 میلیون در عربستان سعودی، نزدیک به 2 میلیون در لبنان، نزدیک به 1 میلیون در اردن، کمتر از 300,000 در عراق، تعداد نیز در سایر کشورهای عربی و بیش از 500,000 در کشورهای اروپایی مأوای برای خود دست و پا کردند. اما بوق نظام ولایت فقیه گوش ما را کر کرده است که ایران و تنها ایران مدافع ملت مظلوم سوریه است. مسلمانان روهینگیا بنا به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر و سازمان ملل مظلومترین اقلیت‌ها در جهان به شمار می‌آیند. بسیاری از آنها که توانستند از زیر ساطور مرگ بودایی‌های خون آشام
تن نیمه جان خود را نجات دهند به کشورهای دور و نزدیک پناهنده شده اند. 500,000 در بنگلادش، 400,000 در عربستان سعودی، 200,000 در پاکستان و تعداد دیگر در تایلند و مالزی و هند و اندونزی و نیپال توانستند برای خود سرپناه بیابند. ترکیه با وجود اینکه انگ جمهوری اسلامی بودن را به پیشانیش نچسبانده و به عنوان یک کشور لاییک مطرح است، در حق مسلمانان روهینگیایی سنگ تمام نهاده است. ایران با وجود تمام شعارهای پرزرق و برق حمایت از اسلام و مسلمانان و مظلومان و مستمندان و مستضعفان جهان، نه تنها آه بر علم سوزناک مسلمانان روهینگیایی سر نداده هیچ، بلکه با بوداییان میانمار همکاسر است و با هند و چین در سیاست‌های استعمارگرایانه‌شان بر ضد مسلمانان هم نوا. شرمناکتر و ننگ بارتر از این همه آن است که جیره‌خواران ولایت فقیه تلاش دارند با نمک پاشیدن بر زخم‌های امت اسلام از خون مستضعفان در بند جهت کسب نام و نشان دروغین استفاده ابزاری برند. امروز که نام ترکیه و سران آن کشور در حمایت از مسلمانان روهینگیا درخشید و کمیته‌های امدادرسانی آنها دست آوارگان را گرفت و در سطح جهانی قضیه این مستمندان بی سرپناه را مطرح ساخت، غلامان زرخرید ولایت فقیه در پاکستان کاسه داغ‌تر از آش شده جهت حلال کردن نمک بیت رهبری در شبکه‌های اجتماعی جار زدند که آخوند حسن روحانی رئیس جمهور ایران با رجب طیب اردوغان ملاقات کرده طی کنفرانس رسانه‌ای مشترک حکومت میانمار را تهدید کرده اند اگر چنانچه دست از ظلم و ستم بر علیه مسلمانان برنکشد با ارتش مشترک تمام مرزهای کشورهای سر راه را زیر پا نهاده به آن کشور یورش میبرند. عامر لیاقت حسین، روزخوان بدنام پاکستانی که این روزها عبای خود را کنار نهاده در تلویزیون بول با آب و تاب این دروغ شاخدار را به خورد مردم داد. فعالان رسانه‌ای بیدار پاکستانی با یک کلیک دریافتند طی مدتی که تنش‌ها بر علیه مسلمانان روهینگیا شدت گرفته، اردوغان با حسن روحانی دیدار نداشته و نه کنفرانس مشترک منعقد شده و نه چنین اتفاق صورت گرفته و نه حتی رسانه‌های فارسی چنین ادعای کردند و نه در رسانه‌های ترکی چنین خبر درج شده است. در حقیقت سفارت ایران در اسلام آباد تلاش داشت با استفاده از جیره‌خواران خود و سوار شدن بر خوشنامی ترکیه در میان عموم ملت پاکستان چهره ننگ ایران در اذهان عمومی این کشور را جلا بخشد. پس از دستگیری کلبوشن یادو سرکرده تیم جاسوسی مشترک ایران و هند که در چابهار مستقر بود و اعتراف به جنایت‌های خونین آن در کشور پاکستان و پس از کشف شدن اعمال تروریستی ایران در مناطق مختلف پاکستان و به هم زدن وحدت ملی این کشور با برپایی آشوب‌های مذهبی شیعه و سنی و استفاده ابزاری از جوانان این کشور در جنگ‌های ویرانگر خود در عراق و سوریه، ملت پاکستان از نظام حاکم بر ایران به کلی متنفر شده است. این حرکت ناشایست و بسیار زننده لابی‌های ایرانی در پاکستان ضمیر بیدار جامعه پاکستانی را به شدت آزار داد و بر میزان نفرت عمومی این کشور از سران ایران افزود. درست همان سیاست ناکام دروغ پردازی دیروز. از یک سو تفنگداران و تروریستان حزب اللهی تابع ولایت فقیه کمپ‌های فلسطینی ها را به جرم سنی بودن در عراق و سوریه نذر آتش می‌کردند و از جانب دیگر در تمام جهان داد و هوار براه انداخته سنگ دفاع از ملت فلسطین را بر سینه می‌زدند. فعالان رسانه‌های اجتماعی این حرکت زشت و دروغ شاخدار لابی‌های ایرانی در پاکستان باعث شد
در این کشور مرور بر سیاست‌های دوگانه و رفتارهای منافقانه نظام ایران در پاکستان و جهان اسلام داشته باشند و تمام تاریخ ننگین نظام دیکتاتوری ولایت فقیه حاکم بر ایران را بار دیگر در خاطره ها زنده کنند. در افکار عمومی پاکستان چند پرسش گنگ بی پاسخ راه را بر ایران مسدود کرده است. چرا ایران بارها سعی داشته در مکه مکرمه فتنه و آشوب برپا کند و حاجیان مسلمان را به خاک و خون بکشند؟ چرا همزمان با انقلاب خمینی در سال 1357 فتنه مذهبی در میان ملت مسالمت‌آمیز پاکستان برآ افتاد؟ با وجود اینکه شیعه و سنی پاکستان امتداد جغرافیایی، قومی و مذهبی هندوستان هستند، چرا چنین کشتارهای در هند صورت نمی‌گیرد؟ چرا روابط ایران با کشور همسایه و همکیش خود پاکستان و سایر کشورهای مسلمان کمرنگ بوده و با هندوستان که با ایران مرز مشترک ندارد در دشمنی با پاکستان هم پیمان است؟